خب سلام بچه، چطورید؟ خوش اومدید به اولین ویدیو چنل یوتیوب من دکتر سامیم و امروز اومدم بهتون بگم چطوری خیلی راحت تر شما اسلیک پیدا کنید. اسلیک به درد کرافت کردن گانای پاور 130 و مادد اینا زیاد میخوره. حالا من اومدم امروز بهتون، حالا مادد که نگاد رول اینا، من اومدم امروز بهتون یه چند تا رو برای خیلی سریع پیدا کردن اینو بهتون بگم. فقط قبل از شروع ویدیو حتما یادتونه که کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید و اگه دوست داشتین زنگوله رو بزنید. این ویدیو رو هم لایکش فراموش نشه بزنه بریم. خب نگاه کنید شما، یا تو کنیوال یا تو این یه میشه ترجیحاً تو سیتی دوستان، ترجیحاً تو سیتی، چون الان بهتون میگن دلیلش چیه. من آقا میام تو این، فرقی نداره چی باشه، میام یه دیتا رو اسم میکنم، پابلیک، پرایوت، هر چی فرقی نمیکنه و هیچ چیزی نداره، هیرو لوداوتی لازم نیست شما بذارید و فقط صبر فقط این کار حوصله میخواد که حوصله هم منظور این از این که شما باید بریم بگردین یه سری لوازمی که الان عکسش رو صفحه براتون میاد بریم پیدا کنین و اینا رو بزنید تا بهتون چیز بده، اسلیک بده. خب بچه بزنین بهتون بگم داخل توین کجاها بچه وسیله‌ای رو بزنید شما خیلی ایزی میتونید چیزی هم کنید، اسلیک هم کنید. آقا وسایل الکتریکی مثلا قبلا برقی بوده، آقا مثلا این بعضی وقتا ممکنه این چیزه بهمون بده، به اون اسلیک بده، ماشین ممکنه بهمون بده. حالا میریم جاهای بیشتری رو بهتون انا کنیم به من یه دونه اسلیک بده ایزی. الان پیچ مهره داد، الان دوباره کنتور رو بر نکنی اسلیک داد، دو تا داد ایزی. آها ببینید من الان 4 تا اسلیک جمع کردم، از این تعداد اسلیک ها 4 تاشو کم کنیم. من اسلیک ها اولم 31 بوده. بریم ببینیم آخر این ویدیو. آها بهتون بگم ماشینای کلاسیک، بیشتر ماشینای کلاسیک اسلیک میده، اینا هم میده، ولی اونو دیگه از بین هر 10 تا که میذاری 70-100% بهت میده. ماشین کلاسیک اینجوری ماشینایی که الان میاد رو صفحه عکسش، منظورم از اون مدل باشه. الان یه سر میرم داخل خونه، آره یه سر الان میرم داخل خونه بهتون میگم چه چیزایی داخل خونه میشه چیزی کرد، اسلیک ازش پیدا کرد. خب آقا نگاه کنیم اینجا میشه گفت فکر کنم یکی از معدنهای اسلیک، یعنی اینجا بهتون انقدر زیاد میتونه اسلیک بده که خدا میدونه. شما میشنه دیتا که بزنید تو کنیولی ها زیر اگه واقعا بریم جمع کنیم زیر 100 تا محال ممکنه تو 10 دقیقه جمع نکنیم، محال ممکنه، من اینو بهتون قول میدم.
این هم بچه ها بهتون بعضی اوقات این هم بهتون بعضی امکانش از 2 تا 4 تا استفاده کنید. اما به من 2 تا داد. این دیگه بالا چیز نیست. آها این هم گاه داری آقا، گاه داری بزنید یه حتی بگیریم نشده من گاه داری دوست. آها آقا تلویزیون ها میده این ندازاری تلویزیون ها که کنم استعمال میشه. نکنم این هم بهتون نسید ماشین اون اسکلیک داد. این درقه به امون اسکلیک داد. چست به اون اسکلیک داد. کلا تو میشن های سیزیک اسکلیک زیاد پیدا میشه از هر تیکه ایش یه اسکلیک میده. خب دوستان این هم بود از آموزش پیدا کردن اسلیک به سریع ترین روش ممکن. من چون نمیخوام دیگه ویدیو رو ادامه بدم دیگه کنم طولشو قشنگ بخش براتون توضیح دادم وایسادم 40 تا فکران تو 6-7 دقیقه پیدا کردیم. آره 40 تا تو 6-7 دقیقه واقعا تعداد خوبیه. اگه ویو این ویدیو به 25 تا برسه به 30 تا یه سورپرایز خوب دارم. میخوایم بریم هم دیگه آموزش چگونه پیدا بذاریم ویدیوی بعدی بهتون. ویدیوی بعدی سورپرایز اگه 25 تا ویو برسه تا ویدیوی بعدی پیس اوت. چند تا